بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. این درس دوم علم التجوید هست، یعنی که تجویدی که برای ابتدا کنندگان هست و این درسمان در مورد مخارج الحروف هست، مخارج حرف ها. چنانه که در درس قبلی شما یاد گرفته بودید، مخارج جمعی کلمه مخرج هست، یعنی که آن مکانی که از آنجا صدای حرف تلفظ می شود یا خارج می شود. من به شما گفته بودم که مخرج حرف های لغت عربی 17 تا می باشند، یعنی به قول راجح، دیگر قول هم هست، اما همین 17 مخارج می باشد و یعنی بنیاد همین 17 مخارج از 5 مکان می باشد. چنانه که من در درس اول گفته بودم، کسی که درس اول را گوش نکرده است، خوب می شود که اول آن درس را گوش کنید یا اینکه بعد از این درس آن درس را فوراً گوش کنید. خب اولا مکان اولی این جوف می باشد. الجوف. الجوف مخرج نامحدود گفته می شود. چنانه که در اینجا می بینید الف. من برای چی الف رو یعنی جدا گذاشتم؟ چون که زیادی اشخاص، زیادی مردم گمان میکنند که الف یک حرف هست که مخرج خودش را دارد، اما در اصل الف که هست یکی از حرف های مد می باشد. چنانه که در اینجا میخوانیم و حرف های و مخرج حرف های مد از جوف الفم می باشد. عموما درس مخارج خیلی آسان می باشد. خب اما چون که یعنی اولین مخرج جوف می باشد و مخرج جوف کم ترک یعنی مبهم هست، کم ترک ظاهر نیست، یعنی روشن نیست، بعضی وقت شاگرد از اول می ترسد یا از اول گمان می کند که این مشکل می شود، این سخت می شود، من نمی فهمم. اما شما هرگز این طور گمان نکنید. باذن الله اگر دعاهای خود را خوانده باشید، یعنی با آداب علمی اگر علم حاصل کنید، با یعنی پای طهارت و غیره، انشالله آهسته آهسته با تکرار کردن، با مشق کردن، با مواظبت داشتن میگیرید. من از اول به شما میگویم که مخرج الجوف کم ترک یعنی مبهم هست، کمک مغلق هست، کم ترک دشوارتر هست، چون که ما اصلا هیچ چیز را در نظر نداریم. ما گفتنی هستیم که این یک مخرجی هست که حدود ندارد، اصلا مکان ندارد، اما از مخرج بعدی خیلی خیلی آسان می شود، روشن می شود. پس شما انشالله صبر داشته باشید. خب الف از جوف الفم تلفظ می شود. جوف الفم یعنی که از جوف فم، یعنی که از مابین دهان، از فضای خالی دهان. جوف اصلا شکم را گفته می شود یا مابین یک چیزی را. خب جوف مخرج محدودی نیست، یعنی که از یک قسمت سر شود و به یک قسمت دیگر تمام شود، این خیلی نیست، بلکه همون فضای خالی هست که از سینه شروع می شود و تا بیرون از دهان ادامه دارد. حرف الف در اصل حرف مد می باشد و همین جوف الفم مخرجی 3 حرف های مد هست. حروف المد میگوییم، حروف المد، حرف های مد. همین الف اصلا حرف مد هست. خب این حرف ها را با تنهایی ما نمیتوانیم تلفظ بکنیم، بلکه باید قبل از آنها حرف قرار بگیرد که دارای مخرج محدود باشد. خب برای همین هست که حرف های مد، گرچندی که ما میدانیم که شما شاید بدانید از پیش که حرف های مد الف و یا می باشند، اما باید یعنی ما بعضی دیگر قیدها را بگوییم، بعضی دیگر یعنی جمله رو باید دوام بدهیم و یعنی این طور نگوییم که حرف های مد الف و یا هست، بلکه حرف های مد در اصل الف و یا هست که پیش از آنها حرکتی وجود داشته باشد که به آنها بخواند. چنانه که در اینجا میبینید حروف المد نوشته شده هست، الف که ما قبل آن یعنی پیش از آن فتحه باشد. فرق نمی کند این خط به چی اشاره می کند؟ هر حرفی که در آنجا موجود باشد، یعنی که الف باید، حرف الف باید بعد از فتحه بیاید، بعد از حرفی بیاید که بالای او حرف فتحه باشد، چون که حرکتی فتحه به الف می خواند، حرکتی ضمه به واو می خواند
و حرکتی کسر با ی میخواند، چون که با یک یعنی صدا، یک صدا دارند، با یک صدا یعنی علامت هستند. خب پس این کلمه را همچون یک مثال داده می شود در اکثریت وقت، چون که این کلمه یگانه کلمه می باشد. خب اگر یگانه نباشد یعنی خیلی کم هست این خیل کلمه ها، یگانه کلمه می باشد که در یک کلمه هر سه حرف های مد جمع شده هست، یک جای شده هست. عموما این طور نمی شود در یعنی الفاظ قرآنی، عموما این طور نمی شود که در یک کلمه هر سه حرف های مد وجود داشته باشد، اما در این حرفی که نوحی ها هست، در این کلمه هر سه حرف های مد وجود دارد. پس برای همین هست که همین کلمه را همچون مثال داده می شود. پس در اینجا نظر کنید واو که ما قبل از واو چی باشد؟ ضمه. و خودی حرفی مد اصلا باید ساکنه باشد، سکون داشته باشد، یعنی که یکم حرکتی وجود نباشد. خب پس در این خل اگر باشد ما میگوییم نو، و همون او که می شود همون چی هست؟ مخرجش جوف الفم هست. چنانی که اهمیت می دهید صدای وقتی که من نو میگویم همون او که می شود از سینه الکی خارج شده به دهان می رسد و از دهان خارج می شود. خب من اصلا یعنی نو که میگویم این رو در نظر ندارم. وقتی که دراز میکنیم او که می شود همون از جوف خارج می شود. و همین طور هم وقتی که میگویم حی، وقتی که ای می شود همون هم از سینه سر شده و دهان ادامه می دهد، از دهان خارج می شود. یک فضای خالی با مانند یک هوای خالی که میگوییم هم با مانند همون خارج می شود. این هست مخرج جوف. و آخران ها، در اینجا هم الف چی است؟ یعنی در اصل ساکنه هست، گرچند دیگه اگر سکونش هم نوشته نباشد، هر حرفی که حرکت نداشته باشد یعنی ساکنه هست، خواه سکون نوشته شده باشد یا اینکه نه. اکنون دیدید که ما یعنی بعضی اصطلاحات تجویدی رو الکی استفاده کرده ایستادیم، ساکنه، سکون، حرکت، فتحه، کسره، ضمه. بس خیلی مهم هست که اگر درس اول رو گوش نکردهش ما گوش کنید. خب اکنون این بود مخرج جوف الفم، فضای خالی. و این مخرج کدام سه حرف هست؟ حرف های مد، حروف المد. و حروف المد کدام ها هستند؟ الفی ساکنه که ما قبل از آن فتحه باشد، واوی ساکنه که پیش از آن ضمه باشد. این سه حالت های این سه حرف ها حروف المد گفته می شود. خب و مخرج حروف المد جوف الفم هست. و همین طور هم وقتی ما گفتیم الف یعنی که همین الفی حرف مد رو در نظر داشتیم، یعنی که شما فکر نکنید که الف با سه حرف دیگر 4 حرف می شود. 4 حرف نمی شود، 3 حرف می شود. خب دوام می دهیم اکنون با الحلق. حلق. خب حلق به 3 قسمت تقسیم می شود و از این قسمت ها 6 حرف تلفظ می شود. چنانه که در این تصویر می بینید، در این صورت می بینید، این تصویرهایی که من در درسم اضافه کردم از کتابی التجوید المصور می باشد که مؤلفش الشیخ ایمن سوید هست. کسی که می خواهد در گروه نویسید، بعد از در انشاءالله من به شما همین پورا پی دی اف همین التجوید المصور رو روان می کنم. خب چنانکه که در اینجا می بینید این یعنی اشاره هست به حلق و گرچند که 3 قسم حلق را یعنی اشاره نکرده هست، اما این خیلی واضح هست. از همه قسمت بالای حلق که نزدیکترین هست به زبان، به آخر زبان، این قسمت بالا رو گفته می شود ادنى الحلق. ادنى الحلق. خب اصلا در اینجا آخر آمده است، اما این خوبتر می شد که در بالا نوشته می شد. ادنى الحلق، وسط الحلق ما بین را گفته می شود و قسمت آخران را اقصى الحلق گفته می شود. اقصى الحلق. شما توجه بدهید که حلق نگوید، حلق باید گفته شود. و کسانی که نامهای حرف ها را الکی می دانند که من انشاءالله در درس بعدی درس می دهم، اینها را گفته می شود الحروف الحلقیه. باید حلقیه نگوید، حلقیه. من سبب این را بعدا می گویم. خب قسمتی بالا ادنى الحلق، قسمتی مابین
وسط الحلق و آخران قسمت اقصى الحلق که نزدیکتر هست به سینه، این رو اقصى الحلق گفته می شود. پس از ادنى الحلق مخرج غین و خا می باشد. پس شما یعنی نزد خود تمرین کرده بگویید اغ اغ، بعد اخ اخ، و اینچنین غا غی غو خا خی خو. این طور که بگوید اهمیت می دهید که قسمت بالاترینی حلق شما که نزدیک هست به قسمت آخری زبان شما، از آنجا غین و خا تلفظ می شوند. اغ اخ گفته این رو تمرین کنید. خب از قسمت مابین زبان وسط زبان حلق مخرجی عین و ح هست، مخرج العین و الح. پس شما تمرین کرده بگویید ار ار ایر اور، اینطور. و یعنی همین قسمت از بیرون اگر من بگویم همین قسمتی کمتر سخت ترک می باشد در حلق شما از بیرون که یعنی حس میکنید. عموما در همون قسمت شما همین صدا رو یعنی حس میکنید وقتی که میگویید ار. خب قسمتی کم ترک بالاتر هست از قسمتی سخت، اما یعنی در همون جا شما از بیرون حس کرده میتوانید. خب و ح که میگوییم این حی یعنی اگر به زبانی آسان کرده بگوییم این ح را ما حی کلان میگوییم یا حی شدید، و این حی خفیف هست، یعنی دو ح می باشد. یک ح که هست که حی شدید تر هست، سخت تر هست، این را ما باید از مابین حلق تلفظ کنیم این ح. خب چنانی که در کلمه حلق می بینید ح ح ح اح اح اوح، اینطور باید با سختی از مابین از وسط الحلق تلفظ شود. و یعنی آخران چیست؟ اقصى الحلق که قسمت پایانی حلق می باشد، خب که نزدیکتر هست به سینه. از اینجا ه و یعنی همزه تلفظ می شود. همزه یعنی حرف دیگری هست از الف. الف حرف مد هست و همزه خودش یک حرفی هست که مخرجی خود را دارد، و از این قسمت آخران این دو حرف تلفظ می شوند. پس شما تمرین کرده بگویید و وقتی که آدم میگوید فرق بین این ه و ح این هست که ح از یعنی حس کرده می شود که از حلق تلفظ می شود و تمام سینه اونقدر نفس نمی کشد. اما وقتی که شما میگویید سینه رو حس میکنید که سینه هم کمتر در این دخل دارد، چون که اینقدر مخرج این به سینه نزدیک هست. خب پس شما بگویید اوه. خب این طور تمرین کنید. این شد 6 حروف که از 3 قسمتی حلق تلفظ می شوند. اکنون مخرج الشفتان، مخرج لبان. از هر دوی لبان 4 حرف تلفظ می شود. اولا وقتی که هر دوی لبان در قسمتی تری لبان با هم دیگر می چسبند، از اینجا حرفی ب تلفظ می شود. پس شما بگویید اب اب اب. خب و یعنی همون قسمتی که تر می باشد یا اینکه تر و خشک که یعنی یک جایه می شوند، همون قسمتی نرم تری که درون تر هست از همونجا بعد تلفظ می شود. و میم که هست از قسمتی خشکی لبان، وقتی که قسمتی خشکی لبان یعنی که جایی که لب قاق می باشد، یعنی بیرونی اما در یعنی فوراً بعد از درونی دهان، وقتی که قسمتی خشک که شروع می شود از همانجا وقتی که هر دوی همون قسمتی هر دوی لبی بالا و پایان وقتی که به هم دیگر می چسبند، از اینجا حرفی میم تلفظ می شود. پس شما تمرین کرده بگویید ام ام و اهمیت بدهید که گرچند اگر فکر کنید که در وقت تلفظ کردن با شما اگر حس نکنید قسمتی تری، این باقی ندارد. من یک نقطه را حالا واضح می سازم، اما برای میم اهمیت می دهید که لبان کم ترک به هم دیگر یعنی اینطور دور می خورند، اینطور درون می شوند، چون که برای میم قسمت خشکی لبان خیلی مهم هست که به هم دیگر یعنی خیلی بچسبند. خب اما تا اینجا من میخوام یک نقطه رو واضح بسازم که در بعضی کتاب های تجویدی و
بعضی وقت که من تجوید را آموختم از دیگر استادها، از دیگر کتابها، بعضی وقت بین مخرج با و میم فرق نمیکنن. این خیل نمیگوین قسمتی تری لبان و قسمتی خشکی لبان. خب این رو یعنی از این نقطه من آگاه هستم. این یکم خطای بزرگ نیست، این حتی خطا هم نیست، این فقط دو طوری فهموندن هست. بعضی وقت چون که فن تجوید هم تا یک درجه اختلافات دارد و یعنی طرز فهموندن بعضی وقت مختلف می باشد، بعضی وقت دیگر می باشد، این باقی نداره. این یکم گپی کلان نیست که کم ترک در یک کتاب دیگر خیل می فهماند، در یک کتاب دیگر خیل، یا یک استاد دیگر خیل، یک استاد کم ترک دیگر خیل. مهم همین هست مقصد تجوید چیست؟ که تلفظ شما درست شود. اگر به تلفظ رسیدید، این یعنی آنقدر فرق نمی کند که چطور رسیدید. پس از این فرقیت من با خبر هستم و برای شما این رو گفتم. اما من نقض میبینم که همین طور تری و خشکی لبان بگویم تا اینکه شاگرد کم ترک آگاه شود که به کم ترک چی است، درون تر هست در قسمتی که لبان نرم تر می شوند و میم کم ترک بیرون تر هست. اما اگر شما مخرج هر دوی این حرف ها رو یک بگویید و مثلا بخواهید که از به اولادتان، به طفلتان درس بدهید، که من امیدوار هستم که شما به اولادان خود الکی اینها رو درس میدهید، خوب می شود از سن خردسالی تجوید با آنها آموخته شود. مخرج الباء چنانی که در اینجا میبینید بانطباق شفتین علی بعضهما، یعنی عربی رو اگر نمیفهمید این باقی ندارد، فقط من برای تصویرش در اینجا یعنی آورده هم. وقتی که هر دوی شفتین با همدیگر میرسند. خب همین طور گفته هست شیخ ایمن سوید. و در مورد میم چی گفته است؟ غنه را شامل کرده است. گفته است که لبان به همدیگر میرسند، اما فرق بین میم و با چیست؟ که در عین حال رسیدن لبان یعنی به مخرج میم، غنه هم به وجود می آید. غنه یک صدای هست که از بینی خارج می شود وقتی که زبان یا دهان یکم صدا خارج نمی کند. اگر من به شما بگویم، من این خیلی فهماندن رو نقض می بینم، اگر من به شما بگویم که میم رو یعنی میم بگو یا اینکه ام بگو، اما در حالی که دهانت محکم باشد، شما وقتی که میگوید چی می شود؟ از بینیتون این صدا خارج می شود، چون که شما دهانتون رو استفاده نمی کنید. این یعنی صدا مجبور می شود که از بینی خارج شود. پس این طور شما می توانید که همین طریقی که من به شما فهموندم همین رو استفاده کرده مخرج میم رو یاد بگیرید، مخرج غنه رو یعنی با وجود آوردن غنه رو یاد بگیرید. خب پس چنانی که دیدید این کتاب تجوید چی می کند؟ این طور بین با و میم فرق می کند. اصلا نمیگوید قسمتی تر و قسمتی خشک و این باقی ندارد. خب یعنی که در وقت تلفظ کردن میم باید از بینیمان یک صدا خارج شود، غنه گفته می شود. خب که به صدای میم تأکید می دهد و در وقت تلفظ کردن مخرج با این صدا از بینی خارج نمی شود. پس تمرین کنید، بگوید اب، اب، اب و ام، ام، اهمیت می دهید که بینی هم کم ترک حرکت می کند. کم ترک یعنی صدا خارج می شود، بینی رو حس می کند که به بینی کمتر فشار می آید. خب اکنون نقطه سوم یا حرف یعنی سوم که از شفتن خارج می شود، وقتی که هر دوی لبان با همدیگر به شکل گرد نزدیک می شوند اما نمی رسند، از اینجا حرفی واو غیر مده تلفظ می شود. خب یعنی که من هدفم این هست که حرفی واو از همین مخرج خارج می شود، اما واوی که مد نباشد. من چی رو در نظر دارم؟ یعنی من چی رو استثناء می کنم؟ اگر اهمیت بدهید در اینجا هم یعنی واو هست و ما گفته بودیم که واوی مده. خب یعنی که واوی که از حروف المد هست از فضای خالی تلفظ می شود. این یعنی خاص هست به واوی که ساکنه باشد و ما قبل از آن ضمه باشد. این مخرج جوف الفم خاص هست به واوی مدی. خب اما واوی که متحرک باشد، متحرک چی معنا دارد؟ حرکت داشته باشد، این را واوی غیر مدی گفته می شود.
یعنی که مد نباشد، واوی که حرفی مد نباشد، واوی که متحرک باشد، حرکت داشته باشد. پس این واو مخرج خود را دارد و این مخرج چیست؟ الان من به شما خواندم به شکلی که هر دوی لبان چی میشود؟ گرد میشود، به همدیگر نزدیک میشوند. حتی میتوانم بگویم که هر دوی طرفی هر دوی لبان میچسبند اما ما بین لبان نمیچسبند. خوب؟ یا هر دو طرفی آخری هر دوی طرفی لبان نزدیک میشوند اما یعنی قسمتی که در ما بین لبان هست آنها نزدیک میشوند اما نمیچسبند، به شکل گرد نزدیک میشوند اما نمیچسبند. خوب، اکنون شما هم تمرین کنید بگویید او، ایو، او. خوب، این در اینجا ببینید این هست لبان و یعنی آنقدر ضروری نیست به من که من به شما تأکید کنم و یعنی به تفصیلات درایم و چندین بار بگویم، چون که الکی در زبان تاجیکی بعضی این حرفهای عربی هست یا زیادی تلفظات این یعنی حرفهای عربی موجود هست. پس وقتی که موجود باشد و من بدانم که شما یعنی فارسی رو صاف یعنی گپ زده میتوانید، تلفظ شما درست هست، به من اونقدر ضروری نیست که من بعضی این مخارج رو اونقدر تفصیلات بدهم. من خوبترش با آن مخارج یعنی وقتی خودم رو بیشتر میدهم که حرفهایی که در زبان تاجیکی اونقدر موجود نیستن، مثلا طا، صاد، ضاد و غیره. خب پس این واو که هست یعنی شما آگاه هستید. فقط کوشش کنید که شما بعضی وقت یعنی من میشنوم مثلا مادرم وقتی که قرائت میکرد پیش، یعنی دیگران هم وقتی که میشنیدم واو رو او میگوین، او یعنی که از مخرج ف تلفظ میکنن که این نادرست هست. پس این خیلی جالب هست، چون که شما میبینید که چخیل یک مخرج رو اگر آدم به دیگر مخرج اگر تبدیل کند یعنی میتواند که حرف رو خیلی نادرست تلفظ کند. پس این نباید از مخرج ف تلفظ شود. ولزالین و که میگوین این نادرست هست، باقی ماندش هم خیلی نادرست هست. یا مثلا میگوین اوابه، این باید اوابه مثلا و غیره. خب مثال ها رو انشالله بعدا نظر میکنیم. خب در اینجا هم نوشته است که الواو غیر المدیه، یعنی واوی که غیر مده باشد، بانضمام الشفتین الى الامام مع ارتفاع اقصى اللسان. در اینجا یک نقطه دیگر که اضافه کرده شده هست که شیخ ایمن میگوید پشت زبان هم کمترک بالا می شود، اما این یعنی عموما اونقدر گفته نمی شود. این یک حالت طبیعی هست که وقتی که در اینجا وقتی که شما فشار می دهید این حالت طبیعی هست که زبان حرکت می کند. اما باز هم برای شما این نقطه رو گفتم. من این نقطه رو آنقدر مهم نمی بینم. استادانم هم وقتی که به من مخرج واو رو درس دادن آنقدر درباره زبان چیزی نگفتن. پس شما هم اگر دیهان ندهید یعنی آنقدر چی نکنید، اهمیت ندهید، باقی ندارد. و آخران میبینید که وقتی که نوک دندانهای بالا به قسمتی تری لب پایان میرسد از اینجا حرفی ف تلفظ میشود. خب پس شما هم تمرین کرده بگویید اف، اف، اف. خب ف، فی، فو، اینش آسان است. در اینجا هم میبینید که در اینجا مثال آورده است. نوک دندانهای بالا به قسمتی درونی لب پایان میرسد. دوام میکنیم. اکنون مخرجی اللسان یعنی که زبان، مخرجی زبان. از زبان کدام حرف ها تلفظ میشوند؟ زبان یعنی به چندین قسمت تقسیم میشود. میتوانم من به شما 4 قسمتش را الان بگویم. یک قسمتش قسمتی قفای زبان می باشد که ما این قسمت را اقصى لسان میگوییم. اگر شما کلمه های عربی را یعنی استفاده کرده نمیتوانید، حالا من به شما میگویم باقی ندارد، یعنی این تجوید ابتدایی هست. کوشش کنید که بعضی کلمه ها را یعنی بگیرید، اما اگر شما در این وقت تمام توجهتان را به همین مخارج و به همین مغزی تجوید بدهید بهتر می شود. یعنی اصلا فرق نمی کند تجوید را شما یعنی کلمه ها را به عربی میگویید یا به تاجیکی میگویید. مقصد تجوید درست تلفظ کردن آیات های قرآنی هست، درست تلاوت کردن قرآن هست. خب
برای همین یعنی کسانی که لایق هستن، یعنی ماشاءالله درس میخونن، چندین بار تکرار کرده هن، من برای شما میگویم که یاد بگیرید. همه کلمه هایی که من استفاده میکنم و میگویم، اصطلاحاتی که من استفاده میبرم بگوید، یاد بگیرید. یعنی اگر مستوای شما خیلی بلند باشد، بلندتر و بلندتر روید. من طرفدار این هستم. اما در بین ما بعضی مادرانی هست که یعنی سن سالشان هم بالا هست، خیلی یعنی زندگی خود را در یعنی فقط به زبان تاجیکی گذرانده هن، حتی یعنی عربی را اونقدر نمیدانن. با آنها چون که آسان شود، من برای آنها مغز همین درس را میگویم که یعنی مقصد تجوید چیست. مقصد تجوید درست تلاوت کردن قرآن هست. همین قدر رو اگر یاد بگیرید، یعنی اگر بیشتر کردن نتوانید، باقی ندارد. به هر حال اقصى اللسان آخران قسمتی زبان هست، یعنی که نوک زبان نیست، وسط زبان نیست، مابین زبان نیست، قفاترین یعنی قفای زبان هست. و قفای زبان هم یعنی دو قسمت داره، قفاترین و پیش از آن. خب اکنون از قفای زبان که نزدیک هست به حلق، وقتی که قفاترین قسمتی زبان با کام دهان می رسد، از اینجا حرفی قاف تلفظ می شود. در اینجا چنانه که در این تصویر می بینید، قاف، قاق، اق، 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 این تر گفته تمرین کنید. قال، قال. خوب، قاشق مثلا ما میدونیم این مخرج الحمدلله در زبان تاجیکی هست. قایماق، قاشق، این خیل یعنی کلمه ها رو اگر استفاده برید و با این خیل کلمه ها هم اگر تمرین کنید، یعنی باقی ندارد. وقتی که قفای زبان، یعنی قفاترین گفتم در اینجا و قفا در اینجا، تا اینکه بدانید که کم ترک از قفا بیرونتر. خب که بیرونتر از مخرج قاف هست، وقتی که این قسمت با کام دهان می رسد، از اینجا حرفی کف تلفظ می شود. پس تمرین کرده بگوید اک، اوک، ایک. خب اصلا باید این مخرج رو اک، ایک، اوک تلفظ کرده شود، بک. اما من باید این خیل بکنم چون که من یعنی به طریق شبکه اینترنتی من شما رو درس داده ایستادم و از همه فنی که مشکل ترین هست برای درس دادن آنلاین، این همین تجوید می باشد. چون که وقتی که من در اصل تجوید درس می دهم، یعنی روی شاگردم در پیش رویم می باشد. من این خیل دهان آنها را نظر کرده، اهمیت داده، یعنی دستانم را استفاده کرده زبان نشان می دهم، کام را نشان می دهم، یا اینکه برایش می گویم که دستت رو در اینجا بگذار. بعضی وقت خودم دستم را به یکم جایش می گذارم، نشانش می دهم. یعنی این فنی هست که باید، یعنی اگر در زنده می بود بهترین می بود، بهتر هست. اما اگر نباشد هم باقی ندارد، یعنی کوشش خود را تا درجه امکان می کنیم. این هست مخرج اقصى اللسان. اکنون وسط اللسان، وسط زبان یعنی که مابین زبان. وقتی که مابین، وسط یا وسط زبان با کام دهان بالا شود، از اینجا حرفای جیم، شین و یای غیر مده تلفظ می شود. من در اینجا هم باید می گفتم یایی که غیر مده باشد، چون که یایی که مده باشد از جوف الفم تلفظ می شود. من در این آنقدر تفصیل نمی کنم چون که الکی به شما فهموندم که من برای چی در اینجا باید غیر مده بگویم، چون که یا می تواند که یایی که یای مدی باشد یا اینکه یای غیر مدی. در این تصویری که من از همان کتاب التجوید المصور گرفتم، کم بکک اهمیت اگر بدهید چی میشد، کم بکک زبان رو دیگر خیل میکشن در هر تصویر. این آنقدر یعنی این باریکیش آنقدر مهم نیست، چون که اصلا آدم این فرقیت رو اینقدر فرقیتی خود رو کردنش یعنی دشوار می باشد. اما شما یعنی کوشش کنید که همین مابین زبانتان و یعنی با کام دهان با بالای با قسمتی که از آن قسمت بالا هست بالا شود. در حالتی که یا را تلفظ میکنید اهمیت بدهید که زبان نمیچسبد. در حالتی که جیم رو تلفظ میکنید زبان شاید حتی به کام برسد و شین شاید کمک در مابین باشد. پس شما با طریق تمرین کردن این صداها رو خارج کنید. بگویید مثلا ای، ای، اوی. این خیلی اهمیت میدهید که زبان یعنی
کام رو نمیپوشاند، نمیچسبد. اگر بپوشاند شاید حتی این یعنی حرف رو تلفظ کردنش مشکل باشد. و اکنون شین، وقتی که شین رو تلفظ میکنید کمک حس میکنید که زبانتان شاید اینطور کمک فشار بگیرد در نزدیک قسمت یعنی پیشش. اش، ایش، اوش، ش، شی، شو. خوب. و مخرج جیم اج، ایج، اوج. خوب. این هست مخرج جیم. جا، جی، جو. همینطور جیم را شما در چندین کلمه ها و چندین حالت ها استفاده برید و به همین مخرج توجه بدهید تا وقتی که حس میکنید که مابین زبان شما با کام دهان به قسمت بالاگی بالا می شود، همین کافی هست و با طریق تمرین می توانید که دقیق تر بکنید. زبان یک قسمت دیگر هم دارد و این می باشد نوک زبان. نوک زبان یعنی قسمتی که از همه پیش هست و این رو گفته می شود رأس اللسان، یعنی که پیش زبان نه، نوکش. خب وقتی که نوک زبان بر ریشه های دو دندان های بالا می رسد، از اینجا حرفی ت، طا، دال تلفظ می شود. خب بیوید ات، ات، ات و اط، اط، اط. اگر صفت های این حرف ها را هم اگر تحول کرده نتوانید، این باقی ندارد، اما مخرج را دقیق کنید، مخرج را درست کنید. نوک زبان رو گرفته بر ریشه ها یعنی به پشت دو دندان های بالا گذاشته ات، ات، ات بگوید، اد، اد، اد بگوید و اهمیت بدهید که هر سه حرف ها از یک جا تلفظ می شوند. اما اگر نوک زبان به نوک دو دندان های پیش بالاگی برسد، از اینجا حرفی ذل، ظا، ث تلفظ می شود. اینش آسان، اینش یعنی فهمیدنی اینش خیلی آسان هست. پس شما نوک زبان خود را به نوک دو دندان های بالا گذاشته بگوید از، از، اذ، اذ. چی می شود؟ کمکک یعنی در بالای زبانتان یک چیز حس میکنید. و این چونین هم ظا، اذ، اذ، اذ و اس، 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 یعنی حس میکنید در نوک زبانتان همین صدا چی میشود؟ پهن میشود. و آخراً وقتی که نوک زبان با پشت دو دندانهای پایان میرسد، با پشت دو دندانهای پایان میرسد و صدای حرف ها از مابین دو دندانهای بالا و پایان میبراید، از اینجا سین، صاد و ز تلفظ میشود. این را کمک یعنی بعضی کتاب ها دیگر خیلی میفهمانند، اما من همین خیلی میفهمانم و این یعنی فکر میکنم که همین هم خیلی دقیق هست. وقتی که نوک زبانتون چی میشود؟ با پشت دو دندان ها یا اینکه دندان های پایان هم بگویم میشود میرسد. اس وقتی میگوید اس، اس، از و صدا چی میشود؟ فوراً از ما بین دو دندان های بالا و پایان خیلی تیز به حالت تیزی بیرون که می شود، از اینجا این حرف ها تلفظ می شوند. و اگر این یعنی تصویر رو ببینید، این برای دال، تا هست. چون که من گفتم نوک زبان با یعنی پشت چی گفتم بر ریشه های دو دندان های بالا می رسد. در اینجا هم تا همین طور هست. فقط برای چی فرق کردین زبان رو؟ چون که یعنی صفت هایشون دیگر هست، اما مخرج یک هست. این مخرج چیست؟ مخرج تا، دال و تا. اکنون این مخرجی ذل، ث و ظا هست که این هم فرقیت برای چی کرده هست؟ برای آن که صفتشون دیگر هست. خب این یعنی صفت استعلا دارد، اما ما بعدا اینها رو یاد میگیریم. پس وقتی که نوک زبان با نوک دو دندانهای بالا وقتی که میرسد ذ میگوییم، یعنی اگر با نوک دو دندانهای پایان هم بچسبد این باقی ندارد، اما فشار در کجا هست؟ در نوک دو دندانهای بالا. اذ، اث، اذ. خب این مخرجی این سه حرف می باشد. و آخران مخرجی صاد، سین و ز وقتی که نوک زبان با پشت دو دندانهای پایان می رسد و صدا فوراً از مابین این دو دندانهای بالا و پایان وقتی که خارج می شود با بسیار تیزی، این مخرجی صاد، سین و ز می باشد. و یعنی طرفی زبان داریم
و آخران صاد داریم، بخشیش ضاد داریم. من میدانم که درس یعنی دراز شد، اما یعنی ما اونقدر وقت نداریم متاسفانه و در بین درس ها 1 هفته جای می باشد. یعنی خیلی مردم چی میکنن؟ شکایت میکنن، اما من هم دستم بند هست. شما این رو درک کنید انشاءالله. اگر درس دراز باشد خودتان میتوانید که تقسیم کنید، 1-2-3 روز این رو گوش کنید، 1-2-3 روز این، یعنی این قسمتش رو گوش کنید. چون که در بین درس ها هفته می باشد، یک پوره هفته. من باید درس رو کم ترک طولانی کنم تا اینکه در دوران هفته شما یعنی همین چیزها رو تکرار کنید. طرف اللسان، طرفی پیش زبان، یعنی نوکش نیست اما پیش زبان هست. خب و پیش زبان میتواند که یعنی کم ترک از نوک پهن‌تر باشد، درازتر باشد، یا درازتر یا درازتر. وقتی که طرفی پیش زبان، خب طرفی پیش زبان یعنی که و بالای همان قسمت بر ریشه های 8 دندان های پیشی بالا که این دندان های آخران را ضواحک گفته می شود، شما همین خیلی 8 دندان ها را حساب کنید. یعنی که 2 تا پیش، بعد از یک طرف از طرف راست یک تا دیگر، اینا رباعی گفته می شود. از یک طرف دیگر چی می شود؟ 4 دندانی پیش می شود. بعد از یک طرف یک تا دیگر رو حساب کنید، از طرف دیگر یک تا دیگر رو حساب کنید، این 6 دندانی پیش می شود. همین طور از طرف راست 4 دندان، از طرف چپ 4 دندان. وقتی که این پیش یعنی دندان های بالا وقتی که 8 دندانی پیش می شود، این دندان یعنی با ریشه های این 8 دندان های بالا وقتی که طرف پیش زبان می رسد، از اینجا لم تلفظ می شود. ال، ال. و در اینجا اگر ببینید یعنی پیش زبان با این قسمتی کامی دهان می رسد. یعنی ریشه دندان ها اگر بخواهید بگویید، یا اینکه می توانید با کامی دهان که یعنی مقابل به این ریشه های این 8 دندان های بالا هست، اگر این طور می خواهید بگویید، این هم می شود. از اینجا لم تلفظ می شود. یعنی که این هست کامی دهان، اما با مقابل این چی هست؟ زبان و پیش زبان. وقتی پیش زبان به همین قسمتی کامی دهان که بر ریشه های 8 دندان های بالا وقتی که می رسد، از اینجا لم تلفظ می شود. این است 1-2، این است 2 دندان های بالا، این هست 4 دندان های بالا رباعیت، این هست 6 دندان های بالا خب انیاب، و این هست 8 دندان های بالا ضواحک. خب پس ال، ال. و وقتی که از این قسمت کمتر می شود، یعنی که 6 دندانی بالا می شود، از اینجا نون تلفظ می شود. خب وقتی که طرف پیشی زبان برای ریشه های 6 دندان های پیشی بالا می رسد، از اینجا حرفی نون تلفظ می شود. ان، این، اون. و آخران وقتی که طرف پیشی زبان برای ریشه های 4 دندان های پیشی بالا می رسد، یعنی که از مخرج نون هم کمتر، از اینجا را تلفظ می شود. ارم، ارم، ارم. خب و وقتی که شما نون رو تلفظ می کنید و پیش زبان خود را به مقابلی یعنی کامی دهان که به مقابلی 6 دندان های بالا هست، وقتی ان، این، اون گفته تلفظ می کنید، در این حالت هم چی باید کرد؟ باید یعنی از خیشوم باید صدای غنه خارج شود. ان، این، اون، یعنی در خودی بینی حس می شود. و این هست را، چنانه که من فهموندم. و آخران حرف چیست؟ حرفی ضاد. و حرفی ضاد اینقدر حرفی یعنی خاص هست و حرفی یعنی خیلی جالب هست. حرفی هست که یعنی در دیگر زبان ها وجود ندارد، خاص هست با زبان عربی. برای همین هست که بعضی وقت زبان عربی رو میگویند یعنی لغتی ضاد، چون که این یک حرفی هست که در دیگر زبان ها وجود ندارد و دیگر زبان ها این حرف رو استفاده نمیبرند. وقتی که یک طرفی زبان یعنی که یک طرفش یا طرفی راست یا طرفی چپ، پوره یک طرفی راست، پوره یک طرفی چپ. اگر کام رو نظر کنید به مقابل این زبان می باشد همین یک طرفی زبان. خب این را حفه گفته می شود. حفه یا هر دوی طرفی زبان، یا هر دوی طرف باشد، این طرف هم این طرف هم، با پشت دندانهای آسیابی بالا می رسد، از اینجا حرفی ضاد تلفظ می شود.
خب شما یا اینکه میتوانید که از یک طرف تلفظ کنید داد را، یا از طرف راست یا چپ، یا هر دوی طرف را استفاده برید. پس وقتی که میگویید الض باید اهمیت بدهید که هر دو طرف زبان که یعنی این کام هست اما مقابل به این چی است؟ زبان. این طرفش حافه هست، این طرفش حافه هست. وقتی که به همین قسمت، این قسمت یعنی پشت همین دندان های آسیابی، وقتی که آنها میرسند، زبان وقتی که میرسد از دو طرف یا اینکه از یک طرف، از اینجا چی می شود؟ از اینجا داد تلفظ می شود. در اینجا یعنی فشار نیست، اینجا نوشته است که این منطقه هست که ضغط نمی شود، یعنی که فشار در اینجا نیست، فشار در اینجا هست و زبان اصلا در اینجا چی میکند؟ تکیه میکند، ولی اتکا در اینجا تکیه میکند، در این دو طرف. خوب پس یعنی و قفای زبان و غیره هم باید بالا شود. این بعضی صفت ها هست اما این رو من بعداً به شما میفهمانم. حالا شما همین مخرج داد را هم بفهمید، هم از جهت تلفظ گوش کرده، هم من را گوش کنید، هم یعنی قرآن را گوش کنید، یعنی تلاوت قرآن را هم وقتی که گوش میکنید یکم تلاوتی را پیدا کنید که آهسته باشد. مثلا برای سوره فاتحه باشد یا سوره مثلا اخلاص یا یکم چیز، در آنجا حرف ضاد را اهمیت بدهید. مثلا میگویند ولد اینطور میگویند، اینطور شما یعنی چندین بار تمرین کنید. خب الحمدلله این هست آخری درس ما. اکنون کم ترک مشق میکنیم. شما بعضی سوال ها رو جواب بدهید، خوب میشود. من یعنی تا یک درجه میفهمم که شما گوش کردید، کی گوش کرد، کی گوش نکرد. میدانم که شما حالا باید تکرار کنید این درس را، باقی ندارد. خب الکی دست ها بالا، ماشاءالله. سوال یکم این هست که حلق به چند قسمت تقسیم می شود؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد جان. و علیکم السلام. حلق به 3 قسم تقسیم می شود و از آنجا قسمت های 6 حرف تلفظ می شود. به 3 قسمت تقسیم می شود. نام های این قسمت ها را در یاد دارید؟ استاد جان قسم بالای حلق اقصى الحلقه، ادنى الحلقه است. قسم مابین حلق وسط الحلقه است. قسم آخری حلق اقصى الحلقه است. بهترین، احسنتی. سوال دوم این هست که کدام دو حرف ها با صدای غنه تلفظ می شوند؟ غنه یعنی همون صدایی که از بینی می براید. دو حرف غنه این حرف میم و نون می باشد. درست گفتید. دیگر سوال این هست که مخرج حرفی واو کجاست؟ حرف واو از لام خارج می شود، حرف شفتین می باشد. درست گفتید. کم ترک اگر دقیق تر بگوید از کجای شفتین چی می شوند؟ لبای ما با قسم گیرچک می شود. درست گفتید. لبا گرد می شوند اما با هم دیگر یعنی تماما نمی چسبند. نمی چسبند. خوب چون که گرد می مانند باید نچسبند. اگر چسبند اصلا واو رو تلفظ کردنش دشوار می شود. سوال بعدی این هست که حرف های مد کدام ها هستند؟ حرف های مد یعنی حروف المد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت سه الله. تا حرف مدی ما این الف المدیه، واو المدیه، یا المدیه می باشد. از الجف ما و یگان جا نچسبیده نخارج شده میبره. درست گفتید ماشاءالله. یعنی که الفی که ما قبلها فتحه باشد، واو ما قبلها ضمه و یا ما قبلها کسره. مخرج دو حرفای قفای زبان اقصى لسان رو بیان کن. السلام علیکم و رحمت الله استاد جان. مخرج دو حرف قفای زبان یعنی اقصی لسان این حرف قاف و حرف کف می باشد که هنگام تلفظشون اقصی لسانی ما یعنی قسم عقب زبانی ما به کام بالا می رسد. بهترین جواب دادید ماشاءالله، بارک الله فیکی. مخرج حرفی ذل کجاست؟ استاد جان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. مخرج حرف ذل دو در مابین دو دندان زبانمون رو کمتر به بیرون میبراریم یعنی. خوب خیلی نزدیک گفتید. در بالای دندانمون میشه. یعنی که بالای دندانمون با نوکی دو دندان های بالا. بهترین. اکنون مخرجی تا و طا یک هست. دیگر کدام حرف از این مخرج
از مخرج اینها تلفظ می شود؟ تا، تا و مخرج حرف تا، تا، دل، این حرف دل با همراهش درست در یک گفتید. مخرج جایی. ماشاءالله بهترین. خب در همینجا انشاءالله دست رو بس میکنیم. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.